درود دوستان، به کتابخانه با مونا خوش آمدید. بریم ادامه کتاب گنج شاهدوست با قلم آقای محمد غلامی رو با هم ادامه بدیم. یاد داستان یه خط پایین ترش رو خوندم. صورت نگران مهرانگیز و اسماعیل خان رو میدیدم که به دنبال ما از روستا بیرون اومده بودن و به دنبال ما میگشتن. یاد داستان مهرانگیز افتادم که چطور برای جوونه های ذرتش گریه میکرد و گفته بود از اون موقع تا حالا دیگه گریه نکرده. حالا مهرانگیز بالای سرم رسیده بود و از ته دل داشت واقعا گریه میکرد و میگفت تو پسرم رو به خاطر این گنج دروغین به کشتن دادی. تو مجبورش کردی تو چاه بره. تو ازش خواستی این کار احمقانه رو انجام بده. تو پسرم رو کشتی. هر نوع فکر بدی که من نمیخواستم به سراغم اومده بود. از هر نوعش که فکر بکنی. جعفرآبرس رو میدیدم که در مراسم خاکسپاری امید گوشه ایستاده بود و لبخند کریهش رو به زیر سیبیل‌های بلندش مخفی میکرد. حتی صوفی هم که هیچ وقت از روستای پدریش بیرون نیومده بود برای مراسم خاکسپاری امید خودش رو رسونده بود. نزدیک شد و به من گفت شما که طلسم شکن رو نفهمیدید چرا به درون چاه رفتید؟ احساس کردم قادر به فکر کردن نیستم. مغزم دچار انقباض شدید شده بود و به کوچکترین حالت ممکن خودش داشت میرسید. سردرد خیلی بدی داشتم. انگار زنده استخون جمجمم رو سوراخ کرده بودن و با بادکش از همون سوراخ داشتن مغزم رو بیرون میکشیدن. با هر دو دست سرم رو گرفته بودم. نشستم و باز گریه کردم. دیگه طاقت هیچ چیزی رو نداشتم. از بس خودم رو نفرین کرده بودم و امید رو صدا زده بودم. گلوم خوش شده بود. صدام با زحمت بیرون می اومد. جرأت این رو نداشتم که برگردم و از روستا کمک بیارم. حتی دوست داشتم جعفرآبرس اینجا بود و به دست و پاش می افتادم تا کمکم بکنه. ای کاش این من نبودم. ای کاش گلپر بودم که منتظر بچهش بود یا مهتاب که منتظر خواستگاری آقای باکر نشسته بود. ای کاش جهانتاب بودم و کسی غیر صوفی رو نمیخواستم، یا اصلا ای کاش ماهروز بودم و قید گنج رو میزدم. چند ساعت بود که امید بالا نیومده بود. بیحال و کثیف روی زمین ولو شدم. خاک به صورتم میکشیدم و گریه میکردم. نمیتونستم به خوبی چیزی رو ببینم و چشمام تو خاک و اشک غرق شده بود. صوفی با ما گفته بود شما فقط یک انتخاب دارید. منظورش چی بود؟ صوفی چی میخواست بگه که نگفت؟ ولی دیگه همه چی تموم شده بود. جیغ میزدم و به اشتباهم اعتراف میکردم. از خدا میخواستم همه چیز برگرده و از روز اول شروع بشه، از همون جایی که با امید سوار اتوبوس شده بودم. اما دیگه فایده ای نداشت. به زمین محکم چنگ میزدم و ناخونهام رو تو خاک فرو میکردم. سنگ ریزه های تیز به زیر ناخونام فرو میرفت و دردم میگرفت، اما من درد بیشتری میخواستم و انگشت هام رو محکمتر تو خاک فرو میکردم. دوست داشتم درد بکشم تا شاید قصه‌ای که به سراغم اومده بود رو فراموش کنم. کنار چشمه زیر آفتاب داغ روی زانوهام نشسته بودم. چشمم به جاده خاکی که به سمت روستا میرفت افتاد. اشکهام قصد چکیدن نداشتن، اما چشمهام پر از اشک بود. به زحمت همه چیز رو میدیدم. یک نفر داشت به طرف چشمه میومد. دستهای خاکیم رو به چشمام مالیدم تا بهتر ببینم، اما با گرد و خاکی که تو چشمام رفت دیدم کور و بدتر شد. آروم حرکت میکرد. یک مرد بود. کفشای بزرگی پوشیده بود. یاد چکمه های هژیر افتادم. یا شایدم مثل پوتین های جعفرآبرس بود. همه جا تار و غبارآلود شده بود. با خودم گفتم اگه جعفرآبرس باشه حتما میتونه کمکم کنه. کلاهی هم به سر داشت، شبیه به کلاه صوفی. شاید صوفی بود که نزدیک میشد. چطور قانونش رو زیر پا گذاشته و به این آبادی اومده بود؟ هنوز چشمم چیزی رو به دقت نمیتونست ببینه. پر از اشک بود و خاک. لباسهای خیلی اندازه‌ای پوشیده بود، درست مثل اسماعیل خان که همیشه فکر میکردم خیاط روی تنش لباسهاش رو میدوزه. تو غرق و
تو عرق و اشک غرق بودم، زیر اون آفتاب داغ، اما تنم از ترس و سرما میلرزید. چی باید به اسماعیل خان میگفتم؟ بالاخره اون مرد نزدیک و قیافش نمایان شد. همون موقع فهمیدم شربت بیداری مهرانگیز مزه چی بود، مزه چی میداد. حتی منم تو بچگی جویده بودمش. چه دیر فهمیدم شربت مهرانگیز مزه موهای طلایی ذرت رو میداد. حالا فقط دلم شربت بیداری میخواست، چون فقط کنار یک نفر به من میچسبید. و این هم پایان کتاب گنج شاه دزدشاه با قلم آقای محمد غلامی.